خب دوستان عزیز، آمدیم امروز در ولایت سمنگان، جایی که کسایی را که شما به تصویر میبینین این کسایی هستند که حل منازعه کردن بین دو فامیل که بعد از مدت 7 سال دشمنی داشتن و امروز خوشبختانه که دشمنی به پایان یافت. بریم تا آخر برنامه ما را بیننده باشین، ببینیم که این دشمنی خاطر چی بوده و کدام گپا در بین بوده. ما را بیننده باشین. خب دوستان عزیز، قسمی که شما به تصویر میبینین امروز آمدیم ما به آمریت سرحدات و اقوام قبایل. خوشبختانه که مولوی صاحب با خود داریم، ازشان پرسان میکنیم که امروز کدام منازعه هست در بین دو فامیل که امروز حل میشه. سلام مولوی صاحب، خوب هستید؟ و علیکم السلام. به شما هم احترامات تقدیم میکنیم، به همه بینندگان و شنوندگان زیاد تشکر. امروز کدام محفل که است در مابین دو خانواده تقریبا 7 سال میشه که در مابین دو خانواده یک جنجال فامیلی پیدا شده و از این فامیلی باز اینمی منجر به قتل شده. نو امروز الحمدلله اینمی را حل و فصل میشه. مولوی صاحب از این برای ما بگوین که دو فامیل قوم هستند که دیگه یا بیگانه هستند؟ چی دلیل بود که اینا قدر دشمنی دوامدار داشتن؟ اینمی خواردویش مثال از یک فامیل است. اینمی بچهای کاکا مثال میشه، اینمی طور از خودیا است منجر به اینمی به قتل که اینمی شده. یک قضیه در مابین اینمی تو لفظی پیدا شده، باز اینمی تو مقصد کلان شده اینمی را مبزی در قتل رسیده. ما شما همه اینمی طور هستی من گپ را از خیلی کلان میکنیم. نو به می اساس اینمی طور در قتل مالی باز اینمی 7 سال اینمی بیچاره زیاد مثال با تکلیف بود که حتی اینمی دمی خانه زندگی نمیتونست و یک طرف و دیگر طرف اینمی حتی اینمی بود که فرار از وطن شده. اینمی حالی هم مقصد اینمون نفرا که بود اینمی که به نام قاتل یاد میشه و فرار کرده بود در ایران و اینمی جا در ایران زندگی میکرد. اینمی جا هیچ نمی آمده، نمیتونست که بیایه. مقصد اینمی طور مولوی صاحب از این باره ما بگوین که این حل منازعه از طرف بزرگای قوم صورت گرفته یا که اینا را شما از طرف امارات اسلامی حل کردید؟ وزارت امور سرحدات اقوام قبایل اینمی کارش است که یک دانه معینیت جرگاه ها داره. اینمی اصل مطلب و مقصد امارت اسلامی از وزارت سرحدات اینمی است که در مابین مردم حل منازعات اینمی را حل کنه، حل منازعات بکنه. یک شی. دوم در ولایت سمنگان یک کمیسیون هم ایجاد است که او بر رهبری ولایت سمنگان تحت چتر اینمی آمریت است که به نام کمیسیون حل منازعات. امو هم کمیسیون حل منازعات همراه ما همکار بود. اینمی همکار است همیشه وقت. اینمی شورای علما همراه ما همکار است، ولایت همراه ما پشتیبانی میکنه، کماندانی و استخبارات هم همراه ما در می کارا مقصد همکار است. سلامت باشین مولوی صاحب. خیلی میریم میبینیم که حل منازعه امروز خوشبختانه چطور پایان میفته. تا آخر برنامه دیگه ما شما یک جای هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب. خیر بین ان شاء الله رحمان. ما شما همه یک جای میبینم مجلس را به سر میرسونیم ان شاء الله رحمان. سلامت. خب دوستان عزیز، قسمی که شما با تصویر میبینین حاجی صاحب با خود داریم. ببینیم که حاجی صاحب از کسایی که امروز حل منازعه هست در بینشان کسایی که دشمنی داشتن خوشبختانه که امروز حل شد، دشمنیشان به پایان یافت. اینا چیشان میشه؟ سلام حاجی صاحب، خوب هستین؟ و علیکم السلام. جور هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. حاجی صاحب خود یک معرفی کنین و کسایی که اینقدر وقت در بینشان دشمنی بودن شما چیشان میشن؟ ما بچه ماماشه، بچه همهش. بچه همه هر دو طرف میشن؟ هر دو طرف. خب دلیل از چی بوده؟ قصه کنین برای ما که قدر وقت در مدت 7 سال اینا در بینشان دشمنی بودن، چی دلیل داشتگی؟ اینا دیگه همه پیش از تولد دیگه اینجا دیگه یک دفعه گرفتار شده و بنده شده بود. فهمیدین؟ او باز دیگه از اینجا گرفته ایران رفت. حالا ایران رفته باز همین فامیلاش دیگه بسیار در چیز بود که بیا که امینا یک جورامت شود. همین را از این خاطر یک جورامت کردیم که برای امینا دیگه خودشان یک بیغم شود در بین فامیلا دیگه همین یک جورامت کردیم. دلیل از دشمنی چی بود اصلا؟ دلیل چی بود؟ از کجا شروع شد دشمنی؟ دشمنی همین فامیل دیگه یکی سر هوا میشه، یکی سر زمین میشه. یعنی تو از این خانه دیگه شروع شده است. این چی بود دلیل؟ دلیل از چی بود؟ خب دلیلش اینی بود که برادر یکیش دیگه بچه از زد، یکی پدر از زد، از اینجا شروع شده بود دیگه. خب یعنی دو طرفه اینا دو طرف شهید دادن؟ بله دو طرف شهید دادن. خب یکی پدرش زد یکی بچه‌ش. من بله همینطوره. اگر این حل منازعه نمیشد در آینده به نظر شما کدام خطر وجود داشت؟ خب خواستان چی هست از کسایی که
نه حالا که افتخار میکنیم ما مردم دیگه در دیگه هم افتخار میکنیم دم ما مردم دیگه خوش هستم اینجا کلی جمع شدیم. این منازعه بین شما بود یا بین حکومت امارات اسلامی؟ هر دو طرف است. هر دو طرف است. خب هم امارات اینا را حل کرد برای شما بله. و هم شما. بله 50% 50%. سلامت باشین. خدا کنه که همه تا آخر خوش باشین و خوش زندگی بکنین. سلامت زندگی باشین. خب دوستان عزیز قسمی که دیدین یکی از قوم‌های از این دو طرف بودن دیگه هم از این طرف هم از این طرف قومشون میشد و خیلی خوش بودن که امروز حل منازعه شده و دو فامیل با هم تفاهم کردن. خب دوستان از قسمی که شما به تصویر میبینیم که سر پالوی خود داریم که برادر از اینا در این حادثه شهید شدن. از زبان خودشان میشنویم ببینیم که دلیل از این چی بوده که تا حال قدر وقت اینا حل منازعه نکردن و امروز خوشبختانه که در بینشان یک منازعه صورت گرفت و حل منازعه شده. سلام وقت شما بخیر حاجی صاحب. ما خدمت شما سلام احترام خدا تقدیم میکنیم بیننده های تلویزیون. اسم حاجی رحمت الله برادر مرحوم شهید حاجی عبدالله. البته ما و شما بهتر میفهمیم افغانستان ما و شما یک تعداد مردم ما و شما البته از نسبت نداشتن علم و دانش در جهالت زندگی میکنن. او قدر تمیز کردن نمیتونن بنان یک جهالت صورت گرفت و البته این واقعیت صورت گرفت. بسیار به یک مختصرا بگیم یعنی خدمتتان پیشتر هم عرض کردیم جهالت و نادانی بود. کدام مشکلی وجود نداشت که یک واقعیت صورت گرفت. بینم البته اینطور او را ما شهید بکنیم اینطور یک تصمیمی نداشتن. البته یک پرخاش صورت گرفت و اینجا و البته بین یک کارت و چاقوی چیزا تبادل صورت گرفت. برادر ما مرحوم حاجی عبدالله شهید شد. البته زیاد کسایی اینطور یک دلسوزانه در بین کار نکردن که همه خصومت و همه عداوتی که با میان آمده و دوره پاک بسازه و یک اتفاق اتحاد بین بیادرها با میان بیاره. و خوشبختانه امارات اسلامی مخصوصا ما زیادتر از عامر صاحب اقوام و قبایل تشکری میکنیم. زیاد زحمت کشیدن در این راستا و حاجی صاحب شیرزاده پهلوان در این راستا زیاد زحمت کشیدن. البته با تفاهم رساندن. البته همین بازمانده های از او پسرانی از او و دیگرها که کسی در وابستگی داشتن در واقع پی بردن. بالاخره به تفاهم رسیدن. از همون گپ صرف نظر کردن. عفو و بخشش به میان آمد و فعلا شما البته محفل هم میبینید با ارتباط تاسیس شده و انشالله در آینده امیدواریم دیگه در اینطور موضوعات دیگه تکرار نمیشه. یک اتفاق اتحاد برادری بین ما مردم صورت گرفته و انشالله در آینده می دوام خواهد کرد. حاجی صاحب سلامت باشین. از این برای ما بگین که اصلی جنگ که در بین از اینا صورت گرفت و زد و خورده که صورت گرفت سر چی بود اینا اصل گپ سر چی بوده؟ خب پیشتر هم خدمتتان عرض کردیم خب ما یک تعداد برادرها همین مدرسه و مکتب انسان ذهنش روشن میکنه. البته آدم حق و حقوق خود و دیگران را میشناسه. این گپا کسی که البته بیادرزاده می که واقعا انجام داد البته یک بچه بی سواد و مدرسه و مکتب البته ندیده و زیادتر واقعاتی که رخ میده در بین همی اطراف ها سر همی زمین و حرص و آب و پلوان و اینمی گپا زیادتر است و زیاد است و از ما کم و تو خوردیم و ما ماندیم و اینطور بعض مسائل زیادتر سر زمین حرص دنیا است دیگه. حرص دنیا باعث از این میشه که انسان باز با مقابل یکی دیگه اینطور یک عقده بگیره و بالاخره سرحدش به این بکشه که حتی با قتل منو انجام. سلامت باشین حاجی صاحب. خودتان منایس برادر کسی که شهید شده چطور میبخشین کسی را که برادرتان شهید کرده در آینده که از اینا کدام جنجال و کدام گپ دیگه خونه داره؟ نه انشالله کاملا کلی بخشیدن. ما هم
انشالله چرا از یک ضرب المثل از میگه خون قطع خون شسته نمیشه. اگر این دوام بکنه سودش چی است؟ بدون از بدبختی بار میاره، او کشته میشه، دیگه کشته میشه، دیگه کشته میشه، یتیم میشه، صغیر میشه، بی‌اتفاقی میشه، بدبختی میشه. عوامل این کل چیزا این باعث بدبختی این چیزا میشه. یک چیز به اتفاق اتحاد نمیرسه. هر جایی که اتفاقی است اونجا مفاد دموجه، سربلندی دموجه است، کامیابی دموجه است. انشالله کلی پی بردن که باید همین پشت موضوعاتی که گذشته باید کس نگرده. پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم گفته گذشته را صلوات، باید انشالله آینده را احتیاط. گفته ای شما اینه ما مردم صلوات کردیم، در آینده انشالله احتیاط بکنیم، باید از این گپا صرف نظر کنیم. یک اتفاق اتحاد 400 دنیا را با اتفاق اتحاد با دلسوزی و دوستی و برادری سپری کنیم. سلامت. تشکر از شما، وقت برای ما مساعد کردین، فایده کردین. السلام. خب دوست عزیز، کسی که پولی نشسته آجی صاحب برادر کسی هستند که شهید شدن که خوشبختانه امروز در بینشان یک علی منازعه صورت گرفت که اینا همون کسی که قاتل بود که برادر از اینا را شهید کرده بودن، اینا بخش شدن و در آینده میتونن که یک زندگی خوب و خوش در بین دو فامیل سپری کنن. تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوست عزیز، قسمی که شما با تصویر میبینید یکی از بزرگان قوم که چند وقت پیش در بینشان دشمنی بودن که اینا خوشبختانه در بین میانجی شدن، این مشکلات و دشمنی را حل کردن. ببینیم که چقدر وقتی منازعات طول کشید که تا امروز خوشبختانه مسئلهشان حل شد، در بینشان یک دوستی و صمیمیت به وجود آمد. سلام، وقت شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا قاری صاحب بسم الله، دیگه یکی از باشندگان قاری صاحب قادر آقا. دیگه مدت 3 ماه میشه که در این باره ما کوشش کردیم، آمادگی خود گرفتیم. اولا خود مردم خود، قوم خود آماده کردیم، با خبر ساختیم. بعدا میدان در این باره دیگه کوشش کردیم که اینمی پیاده شو عملی شود. دیگه برای فعلا این محفل که شما میبینین شاهد این صحنه هستین، این بین حاجی صاحب جمشید، دیگه خدا بخشه پدرشان که وفات کرد، در بینشان یک منازعات و مشکلات بود. الحمدلله خدا را شکر است که ما تانستیم این برنامه را آماده بسازیم و این محفل را بگیریم راجع به می حل منازعات و زیادتر رئیس وزارت قبایل و حاجی صاحب شیرزادبای و دیگه همکاران ما که ما همکاری کردن تا آماده تانستیم که علیکم و رحمت الله و برکاته. نیک محمد هستم، باشنده گلقشلاق. واجه عبدالله کاکویمون میشه. امیر، برای ما یک قصه بکنین که چطور در بینشان تا کشمکش افتید و یکی به قتل رسید و برادرتان هم فراری شد. یک برادری ما دم کو کشته شده بود، او نامعلوم بود. یعنی تو مابین ما مردم یک اتفاقی غلطی برادری ما خیست، مرحوم کاکای ما را کشت. امروز ما از بسیار از سرحدات قبایل، از رئیسایی که محلی شیرزاده پهلوان، از اینا بسیار تشکر میکنیم که ما را در این حال رساند. بسیار خوش هستم. خب این برادرت که کاکای تا به قتل رساند دلیلی چی بود؟ خیال کرد که برادر دیگه تانی به قتل رسانه؟ بله، این یک نه اتفاقی غلطی دیگه. یعنی ما بسیار خوشحال هستیم. حالا برادرتان کجا است؟ فعلا ایران است. دم محفل آمده، نتونست محفل از زودتر گرفت، دم 3-4 روز بخیر میاد. خب این منازعه که صورت گرفت چقدر خودت خوش هستی؟ در آینده میتونی که پیش از این هم تو گشته میتونستی یا میترسید؟ نه، اون پیش از اون نمیترسیم، خوف میکردم. حالی ما در فعلا در پیران خود جای نمیشیم. من خوشحال هستم، بسیار خوشحال هستم. ما بسیار از این شیرزاده پهلوان، از این سرحدات قبایل، از این مقاومت بسیار ما تشکری زیاد میکنیم. مرا در اتفاقی رسوند. خب این چقدر در آینده شما کدام مشکلی ندارین که داشتن کدام کشمکش دیگه خود ندارین؟ ان شاء الله خدا نخواسته باشه که ما دیگه او کار بکنیم، یا ما یا آج جمشید بچه کاکایمون میشه. خدا نخواسته کار دیگه صورت نمیگیره ان شاء الله. این دوستی که در بینتان صورت گرفت، حالا فعلا که در بینتان دوست شدن دیگه، در آینده کدام تصمیم دیگه خود ندارین که خدا نخواسته که خدا نخواسته ما میتونسته باشیم ان شاء الله یا دختر بتیم یا دختر بگیریم بیخی خوبتر شو و خوب میشید. ما چقدر امارات اسلامی در این کار در شما رول داشتن که شما را در بین میانجی بکنن و چقدر شما را
مملکتتان دوست میگن است؟ 70% امارات اسلامی همکاری کردن، دیگر همین 30% این قوما شهزاده پهلوان همین قیردارای از همین شهر پایان دیگه کلگیش نما کوشش کردن که باید همین کار شد. جای خیلی خیر است. رسول الله سلام میگن که کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون. پس در هر مسیری که انسان برسه از همونجا باز که درکت پس بگرده و توبه کنه، باز الله تبارک و تعالی انشاءالله عفو مغفرت میکنه. پس امروز مسلمان ها دین از شما وحدت میخواهد، اسلام از شما وحدت میخواهد، امی مسلکتان و مذهبتان از شما وحدت میخواهد. کسایی که در این راستا تلاش کردن یک وحدت و همبستگی را در بین کاکا و بیارزاده و یا بچه عمک و کاکا که آوردن، الله تعالی برشان خیر عظیم نصیب بکنه. پس همچین چیزان نمایشی نباشه، چون حال نظام اسلامی است، باید واقعی باشه، حقیقت باشه. الحمدلله در منطقه علما است، دعوتگرای واقعی است، رجوع بکنین و که از این بدبختی های آینده آگاه شید. الله تبارک و تعالی امو کدام کنه و بغض و عداوت که در بین و در قلبای اینا بود، در جایش الله تبارک و تعالی تخم وحدت و محبت بکش که از همچون مسائل دیگه زبان زد زبان ها نشو، اصلا در نسلشان در خانواده ایشان یادآور نشوند. پس همون محبت و صمیمیت خوب در بین اختیار بکنن و گذری سر همچون مسائل نکنن و یک روابط قوی در بینشان باید بیاید و خدا بکنه که از صدق دل باشه. و اگر احیانا خدا نخواسته تو فرصت طلب با خاطر میسر ساختن فرصت همچون گپاشا، باز خدا متعال خار زل میکنه. باز این نظام اسلامی است، قانون است، محکمه است، فوراً باز اونجا دیگه بالایش اقدام صورت میگیره، نمیتونه شروع بخوره. پس یک چیز است که ما باید در تعلیم و تربیت، در فرهنگ سازی باید متوجه باشیم. اینا باید اولادای خود در مدارس و مکاتب و در تعلیمگاه ها و دانشگاه ها بمانن. اولادای اینا باید عالم تربیت شود، متخصص تربیت شود، دعوتگر تربیت شود. دیگه گرم هم است، وقتان اضافه نمیگیرم. با عرض معذرت که اونجا ما مصرف بودیم، نتوانستیم در اوایل وقت اشتراک بکنیم، با خاطر که شنیدیم همچون یک پروگرام بود، ما گفتیم که 100% میریم، با خاطر که شما حق دارین بالای ما. دیگه وقتان اضافه نمیگیرم. الله تبارک و تعالی همین دوستی و صمیمیت شما را واقعی و حقیقت بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله. تقریبا 70-80 اینمی طور منازعات، بعضش مثل که شما مثال حضور دارین و دیدین، خبر هم هستین که حل و فصل شده. بعضش مثال اینمی طور منازعه قومی بود، یا اینمی طور در مابین دو خانواده یا در مابین لفظی اینمی طور منازعه پیدا شد. در 3 سال الحمدلله یعنی 70-80 منازعات حل شده بود. الحمدلله از همه تشکر میکنیم، بالخصوص از جناب محترم والی صاحب و از علمای کرام، بالخصوص الحاج شیخ صاحب محترم که 2 دفعه در این محفل حضور یافته، و از رسانه ها تشکر میکنیم که اینمی محفل ما را مقصد رونق ساختم، و سمت حوزه 3 و سمت اول که کماندان سپاهکار و قریشی صاحب اینمی جا زیاد تکلیف از دین روس تکلیف کشیده، امنیت گرفتم. دمی کمیسون حل منازعات زیاد تپ و تلاش کردم. دمی ابساله بدی الحمدلله در چند روز یا در 1 هفته، در طول 1 هفته اینمی را حل شدم که دمی حوزه در حوزه 3 رئیس صاحب پهلوان شیرزاده که رئیس کمیسیون حل منازعات حوزه 3 است، اعضایش
حاجی صاحب شهاب الدین محمد الله بیگ حاضر که از مصلحین مجلس کی بود. بسم الله آقا، حاجی عبدالعزیز، حاجی رحمت الله، حاجی محمدی بای، حاجی امین عبدالمنان بای، رئیس اسدالله، اینمی مصلحین مجلس بود. الحمدلله که با یک خوب رونق بدون کدام هزینه، یعنی بدون کدام پور که اینمی صورت قتل گرفته بود. الحمدلله حاجی صاحب جمشید با کاکای خود که پهلوان نور محمد است عفو کرده، بغیر از کدام دیت، بغیر از کدام چیزایش. مقصد ما بالخصوص از همه زیاد خوشی میکنیم، بالخصوص از حاجی صاحب جمشید و برادرانش و پهلوان نور محمد و از بچهایش، به خاطر از اینکه هر گپ متنفذین برش میزد، اینمی را لبیک میگفت. یک دوم از اینگاه اینمی مصارف که کده هر کدامش اینمی توقع داشت که ما مکمل مصارف بکنیم. الله تبارک و تعالی اجر عظیمه برش بده و از همه باز هم الله تبارک و تعالی از دربار الله تبارک و تعالی برای شما اجر خواهان هستیم که الله تبارک و تعالی اجر عظیمه برای شما بده.